من سمیک وارتانیان هستم. سمیک اسمی که در زبان ارمنی یعنی سم اسم پسر نوحه و اسم من سمیکه، یعنی سم کوچک. در 18 سالگی همراه 40 مسیحی داوطلب راهی میدان شد. گروهی که می‌خواستند سهم خودشان را در دفاع ادا کنند. 40 نفر ارمنی هم سن و سال هم که رفتیم ثبت نام کردیم و 40 نفرمون هم افتادیم دژبان مرکز. خیلی سختی بود؟ نه، دژبان مرکز اصلا منطقه نداشت. ما داوطلب رفتیم منطقه. در شلوغی و آتش خط مقدم فرماندهش خیال می‌کرد او دیگر بر نمی‌گردد. من توی حفره روبا بودم، فرماندهمون جناب سروان شاه استفر اون جونمو نجات داد. در واقع به من گفت وارتانیان ماسک تو بذار برو رو موضع. منم ماسکو گذاشتم بلافاصله و رفتم رو موضع و این متوجه رفتن من نشد. و چند ساعتی بعد اما اسارت و کمی بعدتر جراحت‌هایش او را به کما کشاند. فقط گردنم ترکش نخورده بود، سینه‌م هم ترکش خورده بود، خونریزی زیادی داشتم، پامم که هنوز خوب نشده بود، هنوز خونریزی داشت. تشنگی و خونریزی باعث شد که من حالت کما برم. دوران اسارت و کما با کمک همرزمانش پشت سر گذاشته شد. رنج‌هایی که به جان خریده شد، آن هم برای ایران. و خب این کشور ما هم هست. من شناسنامه ایرانی دارم، کارت ملی ایرانی دارم، خب پس یه ایرانی هم. نمیتونم بی‌تفاوت باشم. و حالا دیدار امیر دریادار سیاری با جانباز آزاده سمیک وارتانیان. انشالله که سال جدید میلادی هم برای شما سال خوبی باشه. واسه همه خوب باشه. اگر شهدا نبودن، اگر جانبازان نبودن، اگر آزادگان نبودن، اگر ایثارگران نبودن، الان ما این امنیت رو نداشتیم. باید قدردان اونها باشیم و به ویژه خانواده هاشون. خدمت شما، ببخشید. سارا کیا، خبرگزاری صدا و سیما.